های گایز، حالتون چطور رفق؟ امیدوارم روز خوبی رو داشته باشید. اومدیم با فول کردن سوفیا متیک. میتونم بگم تا قبلش نظر من بهترین بود، ولی کلا نظرم در موردش عوض شد. بچه اینم بگم اکانت خودم نیست، اکانت لیدر کلنمونه که تا یه مدتی دستمه. بچه از آیتماش بگم سوفیا حرف نداره واقعا، اما گردونش واقعا افتضاح بود. یعنی گول ظاهرشون رو نخوری، چه نایف چه گانش، مثلا همه چیش چرت و پرت. فقط تو آیتماش یه دونه دنسش خوب بود. به نظر من به جای این برید سایرن متیک یا حتی کاراکتر لژند بزنید، بهتر از اینه. اما این به درد کسایی نمیخوره که دارم میگم الان، که فقط بگیرنش در حد بازی کردن باش. به درد کسایی میخوره که فول آپگریدشونه. فول آپگریدش کنی واقعا حرف نداره. اینم سی بی آر فورش، اینم گانش از ول. بچه این گان یعنی چی بگم، اصلا افتضاحی. انگار فقط یه تر گذاشتن سره تو. اصلا یه اپیک خفن میاد تو یه گردونه اسکیمتی و حداقل ایمش یکم فرق داشته باشه. همین گان بتل پسش سگ شرف داره، خدا وکیلی. یعنی تو همینجا فقط ضرره به نظر من بزنید. بچه ها اینم نایفش گول ظاهرش رو نخورید، انقدر سنگینه اصلا به درد نمیخوره، چه بتلش چه مولتیش. دوتا رو من تست کردم، واقعا به درد نمیخوره. من این دوتا چرت و پرت هم گذاشتم بعد اسکین و گان. اصلا این درست نی. به نظرم اکتیویژن تا اینجا خرابکاری کرده. الان با این قیمت دلارم به نظر من به صرفه نیست این گردونه رو فول کنید. برید یه دونه اسکینی یا گام متیکی بزنید که به کارتون بیاد. این اسکین یعنی فقط باید بشینید فول آپگریدش کنید تا یکم زیباتر باشه، اما فول آپگریدش واقعا میارزه. اگه دارید سی پی به نظر من بزنی فول آپگریدشون، خیلی قشنگ میشه. یعنی طرحهایی که بهش دادن و اینا خیلی خفنه. اما آیتمات گردونش واقعا چرت و پرت. فقط این دوتا اصلیاش خوب بودن. به نظر من وقتی میای یک کاراکتر متیک میدی با این قیمت سی پی و همه چی، شاید واسه اونو ارزون باشه اما واسه ما گرون. به نظر من باید حداقل آیتمات چه اپیکایی میگیری چه هر چی خفن باشه. بچه ها اینم دنسشو واقعا بهش میاد. من کاری ندارم، واقعا دنسشو خیلی دوست داشت. فانتزی طوره، باحاله. اینجا ما همیشه سیاه بختیم تو گردونه زدن، همیشه آخریه رو به ما میده. بچه ها اکانت خودم نیست، دوباره بگم نگید آره میخواد اشک دل مردم رو در بیاره با سی اف پی اس پست میذاره بعد میاد کاراکتر متیکینو فول میکنه. اکانت لیدر کلنمونه دادم به من. بچه ها من خودم سیابخت، یعنی من موقعی چند سال میشه 4-5 سالی هستی بوده تقریبا اکان داشتم. من هر سیزن سی پی میزنم در حد مثلا 224 تا اینا. یعنی تا حالا نشده چیزی به من تو اولی بده. حالا اکانت رو فروختیم که رفت، ولی شانس ندارم هیچ وقت. یعنی فقط منو بذاری واسه سیاه‌بخت بودن. بچه دوست داشتید لایک کامنت سابسکرایب کنید. لینک دونیت هم میذارم، دوست داشتید حمایت کنید. تا الان فقط 2 نفر حمایت کردن. یکیش که خودم بودم، اومدم رو تست کنم ببینم کار میکنه اصلا لینک دونیت. یکم رفیقم بود. دوست داشتید حمایت کنید، دوست هم نداشتید فدای چشمای زیباتون. جا هم تو یکی مونده به آخری گانش رو گرفتم که گانش خدا وکیلی کاری ندارم. بس یعنی خیلی خوب بود. لجندش خوب خفن بود، اما به لجند سی بی آر فور مسی نمیرسید. واقعا اون یه چیز دیگه بود. یعنی هم گردونش خفن بود، کاراکترش هم که مسی گوت بهترین. جا هم اسکینش رو داد تو آخری. بچه به نظر من اینجا یکم سی پی کم آوردیم، فول آپگریدش نکردیم در حد چند لول. این عکس فول آپگریدش بود. به نظر من اگه سی پی دارید فول آپگریدش کنید، واقعا خفنه. اما به درد دارم من بازم چقدر دارم اینو میگم، اما به درد فول کردن عادی نمیخوره. میزنید فول آپگرید کنید، یعنی اینجاش پیش رفتید دیگه، تا آخرش هم برید دیگه. به نظر تو کاراکتر متیکا یکی سایرن خفن بود، یکی هم تمپلار. این دوتا رو واقعا خیلی دوست داشتم. اسپکتر هم خفن بود، اما به این دوتا نمیره. گوسمتیک شاید الان فوش خالیم بدین، اما من حالم ازش به هم خورد، نمیدونم چرا. یعنی کاراکتر چقدر بیریخت و زشت میتونه باشه، اصلا باش حال نکردم.
الان میدونم فوش خالی میکنه ولی من حال نکردم. اینجا هم یه چند دور فول آپگریدش کردیم در حد که جت پکش رو بگیریم، یه 2 تا رنگ بگیریم دیگه. سی پیمون در همین حد بود. بچه ها اینجا هم جلوتر میام تست میکنم سی بی آرشو. یکم پینگم شخمی بود ولی دیگه ما پلی میدی فرقی نداره. بچه ها نایفش انقدر افتضاح بود، من یه دور زدم من فقط سر نایفش داشتم میمردم، انقدر این نایفش چرت و سنگین بود. ولی خود گانه خفنه، کاری ندارم، خفن بود. من دروغ نمیگم، میام حقیقت رو میگم، نمیام کلیک دیت بزنم. آره انقدر کرکترشو همه چیه گردونش خفن بود دیگه. من پشمام ریخت تو این چند سال، اصلا من ندیدم گردونه، واقعا افتضاح بود، کاری ندارم. یعنی خوشم نمیاد دروغ بگم. اما سی بی آرش خوب بود، در حدی بود که کمکت کنه. اما سی بی آر رو نمیدونم اکتیویژن چرا، اما خیلی وقت نرف شده. شاید با اتچمنت خفن یکم نرفیشو بگیره، اما به نظر من نرف شده. یعنی اس ام جی ها بهتری اومده، یوزی اومده. کیو ایکس آر خدا وکیلی این سیزن من سر لیدر بود باش رفتم راضی بودم. کیو ایکس آر نمیدونم دیگه. سویچ پلی هم خفن، اما سویچ پلی خفنه با اتچمنت خفن، متیکش خفن بود. حالا یه چند وقت دیگه میام اتچمنت ها خفن رو دوباره مثل سیزن قبل میذارم واسهتون. بچه من اینم بگم، خودم دوست داشتم بتل بگیرم اما کاراکترش واقعا سنگین بود، سر همین گوشیم نمیکشید. یعنی من رفتم یه دست پلی دادم، گرافیک رو گذاشتم سر لو، بعدش گرافیک اسکرین رکوردرم هم خیلی آوردم پایین، اما هنوز باز لگ بودم. بس این کاراکترش سنگینه، کلا کاراکترامتیک سنگینه، سر همین نتونستم. همه تو معذرت خواهی میکنم. اینو بگم داریم یکا میشه، مثلا پشما خودم ریخته، یعنی باورم نمیشه با همچین گوشی با همچین گرافیک شخمی داریم یکا میشی. حالا اگه یکا شدیم شاید یه استریم بذارم، اما یه گیم دیگه، یه گیم سبکتر شبا که یکم واچ تایم بگیریم که من درآمدش فعال بشه اگه بشه. حالا ما شانس نداریم فعال هم بشه، نمیدونیم یه طرف میگه آره نه فلان بیساره، ما شانس نداریم. اینو بگم از الان خودمون رو آماده کنیم. بچه اتچمنت سی بی آرم اینه، خدا وکیل من با این پلی میده. بچه اینجا هم یه جت پکش رو فقط یه تست کردم واسهتون که واقعا نمیکشید، یعنی گوشیه داشت در حد منفجر میشه. نگاه کنید خفن بود، کاری ندارم چرت و پرت نمیگم، خفن بود. اما فول آپگریدش خیلی خفن تره، اما اون سیپی نداشتیم فول کنیم. حالا بعدا شاید فولش کردیم و اینا. دمتون گرم اگه تا اینجای ویدیو دیدی، مرسی، ممنون میشم. لایک، کامنت، سابسکرایب، لینک دونیت هم میذارم. دوستتون دارم، فعلا.